سومین موردی که در موردش صحبت شده بود ریشه گیاه بود که یه گیاه ریشه پر انتخاب کنید. ولی خب چجوری باید متوجه بشین که گیاهتون ریشه پره؟ ببینید یکی از علامتاش اینه که ریشه از گلدون زده باشه بیرون، این شکلی از زیر گلدون بیرون اومده باشه، یا اینکه شما بتونید گیاه رو اینجوری راحت گلدون رو مثلا نیاز نباشه خود گلدون رو بگیرین، گیاه بگیرین این در نیاد. اوکی. و یکی دیگه این که اگه خاک گلدون خیس نباشه، یعنی تازه آبیاری نشده باشه، شما میتونید اینو یه حالت، حالا بستگی به گیاهش هم داره، یه گلدون کوچیک باشه میتونید اینو حالت قالبی با خاک و ریشه از گلدون در بیارید و پر بودن ریشه رو ببینید. اینو بر از خود اونجایی که گل تهیه میکنین ازشون بخواین که بهتون نشون بدن که اگه شو حالت قالبی در بیاره ریشه رو چک کنید، یا اینکه از زیر گلدون ریشه بیرون اومده باشه، و دیگه هر جور که میدونه بعد به شما ریشه رو نشون بده. چرا اینو میگم؟ چون ممکنه که گیاهی که نگاه میکنی شاداب باشه، پربرگ باشه، اوکی باشه، ولی ریشه قوی نداشته باشه. مثلا تازه قلمه گرفته باشن و این شادابش به خاطر این باشه، ولی 2-3 روز دیگه پیش شما بمونه، چون یه سری نگهداری معمولا گیاهی که تازه قلمه گرفتیم سخته و تو خونه خب شرطش خیلی مهیا نیست، ممکنه خیلی زود دیگه 2 هفته خراب بشه پیشتون. خیلی مهمه که گیاهتون ریشه داشته باشه و ریشه‌های پر